ردیف ویرد. امروز قراره با هم ببینیم چیزی خوشمزه‌تر از چیپس و ماست وجود داره یا نه. برای اینکه بتونیم مقایسه درست و صحیحی داشته باشیم، اول از همه چیپس رو بارم. اگه یادتون باشه ما قبلا این ویدیو داشتیم که برعکس بود، یعنی چیپس رو با چیزهای مختلف می‌خوریم که لینک اونم همون بالاست. حالا مثلا برای چیزهای مختلفو که چیزای جالبی هم هست، مثلا پفک، ساق طلایی. ساق طلایی. به نظرم ساق طلایی خوب میشه. ساق طلایی تو هر چیز خیسی بزنی خوبه به نظرم. ببین اول از همه چیپس رو انتخاب کنیم. من ماست رو زحمت کشیدم درست کردم. بفرمایید. چی میگه ماست رو درست کردم؟ نه حالا وسایلی قاطی شده. هیچ ترکیبی برنده تر از چیپس و ماست نمیشه. یعنی البته چیپس رو با هر چی قاطی کنیم خوشمزه میشه. حرفی داری؟ بعدی که آوردم ببینیم با هم چیه، چوب شور خودمونه. چوب شور هم فکر می‌کنم خوب من فکر می‌کنم چوب شور خوب میشه. من فکر می‌کنم ساق طلایی هم خوب میشه. من فکر می‌کنم شکلات و ویفر خیلی بد میشه. فکر نمی‌کنم ویفر حالا بعضی بهتون خودش چیز خیسه. خشکه ببخشید. اگه نخوردین حتما امتحان کنید. چوب شور به همراه پنیر. یه بار اینو معرفی کردم خوری خیلی خوشت اومد. اینو همه میدونن. کامینا که چی؟ چوب شور و پنیر خوشمزه است. من که قولم عاشق ترکیب چوب شور و پنیر خامه‌ای ام. ماست خوب شد. با پنیر خامه خیلی بهتر میشه ها. اگه تا حالا خوردین این ترکیبو حتما نظرتون رو بنویسین که چطوریه. خوشمزه، خدای خوشمزه. خیلی ریچ نیست منظرش. ولی خوشمزه. ریچ تازه یاد گرفتم. پس چیپس که هیچی مشخصه که چقدر خوبه. چوب شور و ماست اوکیه. من برایش ویفر شکلاتی. تصوراتم از ویفر خراب شه اینطوری. اشکال نداره بخور. خوب بخور کم نخوری. اشکال نداره بخور. خوب بخور کم نخوری. قشنگ بدون ماستیش کن. بد نیست. افتضاح نیست. بده. خیلی چیزای بدتر از این ممکنه که درست بشه. آره. بعدی ساق طلاییه. من خود ساق طلایی رو 1300 سال نخوردم و اصلا زمانی که پیداش کردم خیلی برام عجیب بود که چرا ساق طلایی اینجا وجود داره. و یادم ساق طلایی دوست داشتم، یعنی ساق طلایی رو با چای می‌خوردم، خیلی دوست داشتم و به نظرم خوشمزه بود. من هیچ وقت ساق طلایی بعضی مدت یکم دچار خشکی می‌شدم ولی خب واقعا خوشمزه بود به نظرم. من تو زندگیم هیچ وقت ساق طلایی دوست نداشتم. بیسکویت مادر خیلی دوست داشتم. مثلا یک تیکه ساق طلایی برای شما. هم بچگی هم با باز کردن ساق طلایی مشکل داشتم. اون یکم سخت‌تره. دو تیکه‌شو می‌ذاریم تو ماست. میگم ساق طلایی به هر چیز تری خوب میشه. خوبه دیگه، طبیعی نون و ماست ازش. میدونم نه خوب نیست. الان تلخ شد من دهنم. نه به نظرم هنوز ویفر از این بهتر بود. جفتش بد بود، افتضاح بود. بعدی شکلات مستر بیسته که ما از قبل داشتیم، گفتیم با شکلات همزمان شدیم. اگه مستر بیست بفهمه که با شکلاتش دارم ماست میخورم خیلی ناراحت میشه ازم. وقتی من این کارو میکنم ببندن. آره کانالو ببندن. توهین کردیم به شکلاتش. ویدیوی مستر بیست شکلاتش این بالاه که به نظر من شکلات خوبی نمیگم هست یا نیست. خودتون برید نگاه کنید ببینید هست یا من کجا بدم. خودم برم میاد. آقا میاری برم لطفا؟ خیلی کثافته. یکی از بدترین چیزایی بود که تو زندگی خوردم. خیلی ناراحتم که با شکلات این کار کردن. این خیانت رو به شکلات کردن. به نظرم خیانت رو به ماست کردیم ها. بیا بپذیر. تو به عنوان ایرانی من ماست رو بیشتر تنظیم خودت بدونی تا اونو. ماست چیز جهانیه. نه ماست ایرانیزه شده. خارجی‌ها ماست میخورن زیاد یا ایرانی‌ها هم ماست میخورن زیادتر؟ ایرانی. بریم برای بعدی. من پفک و ماست امتحان کردم و دوست دارم. ببین فکر کنم شور و ترش و اینا با هم آره. چیز ترشی هم اینجا نداره. ولی خب این پفک هم وقتی پیدا کردم خیلی خوشحال بودم. پفک هم خیلی وقت نخورده بودم. خیلی وقت. میدونی پفک خالی بخورم اول؟ نه. نخوردم. خوشمزه. خدایی خوشمزه است. خدایی اوکی. من یکی چیپس دوست ندارم. پفک و ماست خیلی امتحان کردم تو زندگی و من ازم خیلی ترکیب خوب و حالا به نظرم همزمان که دارین ویدیو لایک میکنین و سابسکرایب میکنین بعد دوستتون میفرستین داخل کامنت هم واسه ما بنویسین که دوست دارین تو قسمت بعدی چه چیزایی متفاوتی رو با ماست امتحان کنیم و بالعکس. حتما برام اصلا ترکیبای عجیب غریبی که شما با ماست دارین رو آره این کارم میتونید بکنید توی ویدیو دیگه. ما همون رو امتحان میکنیم ببینیم کدوم ترکیب بدتره. ما اینجا بهترین مهم نیست برامون، بدترین برامون مهمه. تا ویدیو بعدی. بای بای. بای بای.